امروز ما و شما میبینیم همین هر کس که کشته شد دیگه پازرب و جلو و دنبالی شده شهید. شهادت مسئله خوردی نیست. شهید تا کشته فرق میکنه. فلانی کشته شد، فلانی فوت کرد، خلاص تمام. اما اینکه فلانی شهید شد، اول ما نمیدانیم چی کسی شهید شده چی کسی شهید نشده. قضاوت ما بر عالم ظاهر هست. یک مجاهد فی سبیل الله میبینیم در مقابل کفار میجنگه، وقت کشته شد ما میگیم شهید شد در راه الله، در عالم ظاهر. اما امروزه میبینیم در گوشه و کنار شهر من و شما، در شهری که به یک روز 25,000 نفر به خاطر دین الله جان خود را فدای مرتبه اخلاص گذاشتن، فدای دین الله کردن. امروز به گوشه و کنار شهر میبینیم که عکس‌های زده میشه و کلان شهید نوشته میشه و بالاخره محفل گرفته میشه. از چی کسی؟ از کسی که پشت این دامنه کو مردم که زنده به گور شدن در رژیم عزو بود. امروز مثلا واضح بگم به نام دکتر نجیب چی کسیه؟ استاد کنیم موسفیدار و بزرگار که به شما تشریح کنن. پس نوکرای روسیه به هیچ عنوان شهید گفته نمی شوند. نوکرای امریکا هم به هیچ عنوان شهید گفته نمی شوند. وقت کم بیشتر تشریح و توضیح ندارم. نوکرای روسیه اونهایی که بالاخره کاسلیسی روسار میکردن، اینها کشته شدن. سرنوشت اینا با الله هست. این که جهنم جای اینایه. اگر ایمان برده باشن الله به حال اینا رحم کنه و بالاخره اونا را ببخشه. اگر ایمان نبرده باشن با الله سرنوشت اینا. نوکرای امریکا هم در این رژیم، کسانی که نوکری امریکا رو میکنن کشته میشن. لفظ شهید و شهادت اگر هر وقت ما و شما از زبان ما بیرون شده ندانسته و نفهمیده، الله ما را ببخشه. انسانه، من و شما انسانیم. من خطا کردم، شما شاید به اشتباه رفته باشیم. روزی از روزها هر کدام اگر روزی اینها را شهید گفتیم، الله ما را ببخشه. قاتل ملت امروز شده شهید. کسانی که به دستور از او ناخونای اینا کشیده میشد، علما شهید میشدن، به زندانهای بالاخره وحشیانی از او علما و مجاهدین جان میدادن. امروز میبینیم مسلمان سادلو اکسیر زده پشت موتر خو، اکسیر زده پشت بالاخره فلان زرنج خو، اکسیر زده دم دکان خو و بالاخره گفته شهید. رسول الله میفرمایند من احب المرء مع من احب. هر کس را دوست داره با محشر میشه. هر کس را دوست داره. نوکرای روس رو دوست داری، با نوکرای روس حشر میشی. نوکرای امریکا رو دوست داری، با نوکرای بالاخره امریکا حشر میشی. این مسائل عقیده هست، اعتقادی هست. به این واسطه عزیزان من این اشاره کردم که در این روزها خیلی سر و صدا هست، خیلی سر و صدایه از افراد و اشخاصی. از تمام دوستا و عزیزانم من یک خواهشی دارم که وقتی به یک محفل مجلس میرن تحقیق بکنن. اولی خود را مقصر میدم. چند وقت قبل به یک محفل رفتم نمیفهمیدم، گفتن محفل مجاهدین. از اونجا که بیرون شدم کسی کدوم قاتل مجاهدین بود، کسی بود که مجاهدین را قتل عام کرده بود. من میگم که من اشتباه کردم، من نفهمیدم، من ندانستم، الله مرا ببخشه. و شما را می توصیه میکنم وقتی به یک محفل دعوت میکنن کمی فکر کنید این محفل از کی هست، از کجا هست، از کجا ترتیب شده، از کجا تنظیم شده. به این طریق درسته بالاخره امروز زمانی آمده دکتر نجیب جنایت نکرد به این مملکت. دکتر نجیب علما شهید نکرد. دکتر نجیب به همین سرزمین وقتی قدرت داشت شعائر دین عزت داشت، علما عزت داشتن، مجاهدین آرام بودن. پس ما وقتی میگیم دکتر نجیب را تعریف نکنیم، شهید نگیم، اون نوکر روسیه بود و امثال از او. نوکرای امریکا هم وقتی که کشته میشن شهید نگیم که مسئولیت داریم. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. بر راهی که علم نداریم نریم، به چیزی که علم نداریم گفتگو نکنیم. شهید گفتن یک ظالم، شهید گفتن یک قاتل، شهید گفتنی که در اسلامیتش علما بحث و مباحثه دارن، ما شهید بگیم.
پس به این عزیزان و بزرگواران رسول الله صلی الله علیه و با ما قرب و منزلت خو از الله تقاضا میکنن یا الله از تو من یک خواهش دارم، مر در راه خود بمیران و باز زنده گردان، باز مرا شهید بگردان، باز زنده گردان. این مقام شهداست. امروز کافر و مسلمان به این مملکت شده شهید، قاتل و مقتول شده شهید، فاسق و فاجر شده شهید، کاسلیس روسا و امریکا شده شهید. الله سبحانه و تعالی عفو و تقصیرات همه ما را بکنه، پروردگار عالم ما را ببخشه.